میدونیم اولین بیت الاحزان برای حضرت یعقوب بود، اما کمتر کسی میدونه مدینه هم بیت الاحزان خودش رو داشت، بیتی که امیرالمومنین برای حضرت زهرا ساخت. در منابع معتبر شیعه و اهل سنت اومده بعد از رحلت پیامبر فاطمه زهرا از ظلمها و غصب خلافت رنج می برد. به همین خاطر امیرالمومنین در بقیع از شاخه‌های نخل سایگاهی ساخت برای او و نامش شد بیت الاحزان. اما این مکان فقط برای گریه نبود. بیت الاحزان اعتراض خاموش حضرت زهرا بود. هر روز حضور او در بقیع یادآور حق فراموش شده امیرالمومنین بود. اشک زبان عدالت شده بود. قرنها بعد در دوران وهابیت بیت الاحزان تخریب شد، مثل بسیاری از نشانه‌های صدر اسلام که خواستند از حافظه تاریخ حذف کنند. اما روایتش باقی موند در کتاب‌هایی مثل بهارالانوار، کافی و دلائل الامامه. بیت الاحزان فقط یک مکان نیست، یادآور بانویی است که حتی در سکوتش برای عدالت ایستاد. در این شب‌های فاطمیه استوری‌های این روایت رو دنبال کن تا بدونی حضرت زهرا چطور با صبر و اشک تاریخ رو به قضاوت کشوند.